هر بار که از بطری پلاستیکی آب میخوریم یا غذا رو داخل ظرف پلاستیکی توی مایکروفر قرار میدهیم، ممکنه در معرض ذراتی قرار بگیریم که پژوهشگران اونها رو داخل مغز انسان پیدا کردن. در مطالعه‌ای که در سال 2026 در مجله نیچر هلت منتشر شد، پژوهشگران میکروپلاستیک ها و نانوپلاستیک ها رو داخل بافت مغز انسان پیدا کردند. جالبتر این که این ذرات قبلا در کبد و کلیه هم دیده شده بودند، اما در این مطالعه مقدارشون در مغز بیشتر بود. این ذرات اونقدر ریز هستند که میتونن از سد خونی مغزی عبور کنن و وارد مغز بشن. مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی هم نشون داد که این ذرات میتونن باعث التهاب مغز، استرس اکسیداتیو و اختلال در عملکرد میتوکندری ها بشن، تغییراتی که ممکنه در نهایت حافظه و یادگیری رو تحت تاثیر قرار بدن. نکته جالب دیگه اینه که در همین مطالعه در افراد مبتلا به زوال عقل غلظت بیشتری از میکروپلاستیک ها نسبت به افراد بدون زوال عقل مشاهده شد. این ذرات از کجا وارد بدن ما میشن؟ از بطری‌های پلاستیکی آب، گرم کردن غذا داخل ظروف پلاستیکی، بسته‌بندی‌های پلاستیکی مواد غذایی، الیاف لباس مصنوعی و حتی ذرات بسیار ریز موجود در هوا و گرد و غبار. شاید نتونیم همه این منابع رو حذف کنیم، ولی میتونیم انتخاب‌های بهتری داشته باشیم. اگه سلامت خودتون و خانواده‌تون براتون مهمه، همین الان این ویدیو رو براشون بفرست و برای دیدن مقالات علمی دوباره صفحه منو دنبال کن.